درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از گشتین یونان و رومی. نورسان تاجیکستان در قهرمانی آسیا 5 مدال به دست آوردند. یوسف عظیموف 85 کیلو برنجی، میرزا ابوبکر اورونوف 44 کیلو برنجی، امریدین قربانوف 62 کیلو نقره، علویدین زاده 75 کیلو طلا، شمس‌الدین ایناتولوف 57 کیلو طلا. دوستان این بهترین نتیجه است، چون که گوشتین یونان و رومی و طرز غذا در تاجیکستان کمتر کاهش یافته است و ما می‌خواهیم که این هم روز تا روز بهتر شود، مثل بوکس و مثل جودو. و ما این نورسان و قهرمانان تاجیک را حتما تبریک میکنیم در کامنتاری ها و میخواهیم که آنها در بزرگسالیشان هم همین چنین نتیجه ها رو به دست بیارند. و در رقابت سرور حمیدوف در PFL سان دیگو در امریکا، در همون دسته آدمانی که از سنجش میگذارونند ورزشکاران رو و دسته کمیسیا همین PFL سان دیگو، یک دخترک تاجیک هم بوده است که او عکسش با همراهی سرور حمیدوف در این چی هست و این دخترک در همین شرکت در کالیفرنیا کار میکرده است. اسمش زهرا خلووا از تاجیکستان و در امریکا در شرکت PFL، نه تنها PFL، در همه محاربه ها به حیث کمیسیا کار میکرده است و این یک افتخار است برای مردم تاجیک دوستان. و ما میدونیم که سرور حمیدوف در این محاربه غالب شده بود پیش از مهلت. و لیگ اکتاگون 89 25 ایول موین گلوبوف با دانیار آنگر از قزاقستان برای کمربند لیگ اکتاگون در رقم 89 می جنگند. این باشد 25 ایول، همین ماه، آخری ماه ده. دوستان امیدواریم که موین گلوبوف قهرمان می شود و کمربند را بر تاجیکستان می آورد. موین گلوبوف در شرکت های بیگانه هم در با فیلم که در برای چی جنگ کرده بود در فرانسه، در لیگ فرانسه بود و فیلم به نزدیکی جنگ کرد و متاسفانه مغلوب شد. گران پری بود و حاضر برای کمربند می جنگد روز 25 و امیدواریم که کمربند لیگ اکتاگون رو به دست می آورد. دوستان با موین گلوبوف موفقیت آرزو نمایید در کامنت ها و دعا کنید که او 25 ایول دست بالا شود و کمربند رو به تاجیکستان بیارد. و در لیگ ACBGG برای گشتین گرفتن، گشتین طرز آزاد، لایق رجبوف بر ضد یوسف رئیسوف گشتین میگیرد در وزن 80 کیلو. ما هم میدونیم که لایق رجبوف جنگاور UFC بود و او 2 بار گراند پری PFL رو در همون فینالش برآمدگی بود و یوسف رئیسوف باشد همون چیش گشتین است و میبینیم که لایق رجبوف خودش رو در نمود گشتین BJJ چطور نشان میدهد و او در دوشنبه هم تمرین کرده بود در با فکرم که در اون کلوبی بویمرودوف، یک قهرمان جهان در تاجیکستان هست که خیلی مشهور است و میبینیم یوسف رئیسوف خیلی انسان خوب است و امیدواریم که این یک گشتین خوب هم میشود بین لایق رجبوف از تاجیکستان و یوسف رئیسوف از چچنستان. و باز یک خبر دیگر دوستان، در همین ACBGG فردا 5 ایول باید زبیت ماگومدشریپوف اشتراک میکرد. متاسفانه پایش ضرب خورده است و او از همین محاربه دست کشیده است و به جای او برادرش میبراید. میبینیم برادر او چه خیلی گشتین میگیرد و ما خیلی انتظار بودیم که زبیت ماگومدشریپوف خودش گشتین میگیرد. متاسفانه او زخم برداشته است از پایش و امیدواریم که به زودی برمیگردد به ورزش. و امروز دوستان، یک ورزشگر شکست ناپذیر تاجیک حلیم نظراللهیف با رکورد 12-0 بر ضد رقیبش رافائل کوستا از برزیلیا می جنگد در لیگ RCC 25. و دوستان رافائل کوستا در برزیلیا در یک لیگ قهرمان شده بود و خیلی خوب می جنگد، تجربهش خیلی خوب است، 14 برد دارد، 4 باخت دارد و حلیم نظراللهیف از تاجیکستان باشد 12 برد دارد، یگان باخت ندارد. میبینیم امروز بر ضد حریف
پرقدرتش چجوری میجنگد حلیم نظراللویف و او آمادگی دیده است او کوشش دارد که با شرکت یو اف سی شرطنامه بندد و امیدواریم که امروز دست بالا می شود و چون که او یک سال شد که نجنگیده است و امیدواریم که امروز او دست بالا می شود در لیگ RCC 25 از طریق MMA و با نزدیکی با یو اف سی شرطنامه می‌بندد. دوستان حلیم نظراللویف رو دستگیری میکنیم در کامنت ها و من فردا حتما نتیجه این محاربه رو با شما میرسونم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون با تا امیدی دیدار.